سلام به همگی، امیدوارم خوب باشید. علی توتونچیان هستم از همبون بزرگان تریداپس و در این ویدیو قصد دارم تا ابزار زنجیره آپشن تریداپس رو بهتون معرفی کنم. اول ولی از خود زنجیره آپشن و مفهوم زنجیره آپشن شروع کنیم. خب همونطور که میدونید روی هر دارایی پایه‌ای ما میتونیم قراردادهای آپشن رو تعریف کنیم. یعنی آپشن یه قرارداد مشتق است که مشتق شده از یک دارایی پایه. حالا این دارایی پایه فقط یه قیمت داره دیگه. شما میرید تو بازار برای مثال 60 تا رو خریداری میکنید با یه قیمتی که مشخصه. ولی آپشن هایی که وارد داستان میشن ما چندین تاریخ سررسید تعریف میکنیم و در هر تاریخ سررسید چندین قیمت سررسید تعریف. مثلا برای دارایی پایه 60 تا ما میایم سررسید شهریور ماه، مهر ماه، آبان ماه، آذر ماه رو تعریف. فرضاً قیمت 60 تا الان هست 120 تومن. قیمت‌های اعمال مختلفی رو تعریف می‌کنیم. قیمت اعمال 120 تومن که ATM، قیمت اعمال‌های بالاتر که OTM مثلا برای اختیار خریدش 130 140 150 160 و پایین‌تر 110 198. خب پس ما یه مجموعه‌ای داریم. اگه فرض کنیم 8 تا تاریخ سررسید تعریف می‌کنیم و برای هر تاریخ سررسید هم مثلا 10 تا قیمت سررسید تعریف می‌کنیم، ما اینجا 50 تا قرارداد خواهیم داشت. حالا اینها هم میتونن اختیار فروش داشته باشن هم اختیار خرید. یعنی ما 50 قیمت سررسید داریم که هر قیمت سررسیدی اختیار خرید داره یا اختیار فروش داره. خب چجوری میتونیم همه اینها رو کنار هم ببینیم؟ پاسخش زنجیره آپشن. زنجیره آپشن جاییه که همه قراردادهای ممکن برای یک دارایی پایه رو به ما نشون میده. خب بریم سراغ تریداپس. در صفحه اصلی تریداپس که وارد میشید اینجا زنجیره آپشن رو میبینید در نوار و روش که کلیک بکنید اسامی دارایی پایه ها اینجا لیست شده و میتونید هر دارایی پایه‌ای رو که علاقه دارید انتخاب کنید و برید توی صفحه زنجیره. همونطور که مشخص هم هست نیاز به لاگین هم ندارید. زنجیره آپشن نیاز به لاگین نداره. خب اینجا ما میتونیم اسم رو سرچ کنیم. حالا من استفاده از این جدول رو در ویدیو قبلی براتون توضیح دادم که این جدول و دیتاهایی که داره ارائه میده چه کارکردی میتونه برامون داشته باشه. ولی الان مستقیم بریم سراغ خود صفحه زنجیره آپشن. خب اهرم رو مثلا من سرچ کردم، برام اهرم آورد، روش کلیک کنم وارد صفحه زنجیره آپشن میشه. خب الان در صفحه زنجیره آپشن چندین بخش رو شما دارید میبینید. اول که توضیح داده که اینجا زنجیره قراردادهای اختیار معامله اهرمه، یعنی اسم نماد رو گفته. شما اینجا روی مشاهده اطلاعات بیشتر که کلیک میکنید اطلاعات دارایی پایه رو بهتون میده. قیمت پایانی، حجم معاملاتش، ارزش معاملاتش و نوسان تاریخی 1 ساله. خب در مرحله بعدی تاریخ‌های سررسید رو لیست کرده. همونطور که می‌بینید الان روی هم است، یعنی همه تاریخ‌های سررسید رو داره نشون میده. من اگه اسکرول کنم به سمت پایین همونطور که می‌بینید همه تاریخ‌های سررسید رو داره به من نشون میده. حالا اگر من قصد داشته باشم تا فقط یکی از این تاریخ‌های سررسید رو بررسی کنم، مثلا تاریخ سررسید مرداد رو، خب روی مرداد کلیک می‌کنم روی 29/5 و فقط الان تاریخ سررسید 29 مرداد رو به من نشون میده. اگه بخوام بیشتر هم میتونه باشه، مثلا 2 تا یا 3 تا رو بخوام ببینم هم دوباره اینها رو میتونم همزمان انتخاب کنم و فقط 3 تا رو به من نشون میده. حالا فعلا فقط روی همون مرداد ماه تمرکز می‌کنیم. پایین این تاریخ سررسیدها تعداد قرارداد باز رو آوردیم که تعداد کل قراردادهای باز اون تاریخ سررسید یا در همه مجموع همه قراردادهای باز اهرمه. یعنی شما الان اینجا اهرم رو همونطور که می‌بینید تعداد قراردادهای بازش 5 میلیون نشون داده شده دیگه. این تعداد کل قراردادهای باز اهرمه که تو جدول آوردیم. این عدد دقیقاً همینه، 5,479,000. در اونجا گرد شده 5 میلیون. این تعداد قرارداد باز که در واقع زیر همه نوشته شده این کل قراردادهای باز دارایی پایه است. ولی اینجا توی هر تاریخ سررسید هم تعداد قراردادهای باز همون سررسید رو ما آوردیم، یعنی 2,943,000 قرارداد باز برای تاریخ سررسید 29/5/1404. یعنی در این تاریخ سررسید ما الان 2,943,000 تا قرارداد باز در مجموع همه قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش داریم. خب من پایین‌تر میرسیم به خود جدول اصلی. حالا اجازه بدید من اینها رو خاموش کنم که جدول دختر باشه. خب همونطور که می‌بینید نام اختیار خرید سمت راسته، نام اختیار فروش سمت چپه و قیمت اعمال هم که در وسط اومده.
تاریخ سررسید رو این بالا آوردیم دوباره 29.5 آخرین قیمت دارای پایه و درصد تغییراتش، قیمت پایانی دارای پایه و درصد تغییراتش، ارزش معاملات روزانه، یعنی این الان ارزش معاملات، من این ویدیو رو جمعه دارم ضبط می‌کنم، این ارزش معاملات روز چهارشنبه است. 58 میلیارد معامله شده و تا روز تا سررسیدش هم که مونده 21 روز هم تا سررسید. حالا شما اگه همه این ستون‌ها، این قسمت، این پنل به شما این امکان رو میده که ستون‌هایی رو اضافه کنید یا کم کنید. مثلا تعداد قرارداد باز رو اگر کلیک کنید، همونطور که می‌بینید ستون تعداد قرارداد باز به هر دو طرف، یعنی هم اختیار خرید هم اختیار فروش، اضافه میشه. یا مثلا قیمت بلک شولز رو اگر شما روش کلیک کنید به هر دو طرف این اضافه میشه. حالا من دونه دونه اینها رو توضیح خواهم داد، ولی الان فعلا روی جدول کلی تمرکز. همه ستون‌ها خاموش بشن، ستون‌های اصلی که شما باشون مواجه هستید، یکی آخرین قیمته که آخرین قیمت آپشن رو داره نشون میده. یکی قیمت بهترین تقاضای آپشنه و یکی قیمت بهترین عرضه، یعنی ما سطر اول اوردر بوک رو هم اینجا داریم نمایش میدیم. پس آخرین معامله‌ای که انجام شده، درصد تغییرات روزانه‌اش و ردیف اول اوردر بوک برای هر قرارداد توی این ستون ها نشون داده شده. قیمت اعمال هم که سر جاشه. حالا اگر بریم سراغ ستون های دیگه، وضعیت قرارداد که در واقع همون مانینسه یا در سود، در زیان یا بی تفاوت، یا ATM، OTM و ITM. همونطور که میبینید ما اومدیم اینها رو با رنگ هم به شما نشون دادیم. ردیف هایی که سبز هستن قراردادهای ITM رو نشون میدن، قراردادهایی که در سودن، و ردیف هایی که قرمز هستن به شما قراردادهایی رو نشون میدن که OTM هن یا در زیان. ATM ها هم حالا اگر قراردادی باشه، چون ATM فقط حالتی میشه که قیمت دارایی پایه به طور دقیق مساوی بشه با قیمت اعمال، که یه مقداری بعیده که رخ بده به طور دقیق. در غیر این صورت فقط ITM و OTM خواهید داشت. خب حالا ولی شما میتونید اگر حالا رنگ ها کفایت نمی‌کرد، خود وضعیت قرارداد رو هم ستونش رو اضافه بکنید که بهتون میگه که این قرارداد الان ITM، هر دو طرف هم متقارنه دیگه، یا OTM یا ATM. ستون ارزش زمانیه که حالا ارزش زمانی داستانش طولانیه، ولی به طور کلی مجموع ارزش زمانی و ارزش ذاتی پریمیوم رو تشکیل میده. ارزش ذاتی هم مختص قراردادهای ITM، یعنی قراردادهایی که شما اگه اعمالشون کنید یک مبلغی سود حاصل میشه، اونها رو ما بهشون میگیم ITM و یه ارزش ذاتی دارن. قراردادهای OTM فقط ارزش زمانی دارن. بنابراین همونطوری که اینجا الان میبینید، ارزش زمانی رو همه این قراردادها دارن، یعنی مبلغش برای همشون مقداری بیش از صفره. ولی مثلا ببینید اینجا رو، زهرم 50-15 ارزش زمانی چقدره؟ یه قرارداد OTM، آخرین قیمتش 1039 ریاله، ارزش زمانیش هم دقیقاً 1039 ریاله. یا مثلا زهرم 50-16 باز OTM، آخرین قیمتش 380 ریاله، ارزش زمانیش هم 380 ریاله. چون اینا قرارداد OTM و ارزش ذاتی ندارن، پریمیومشون مساوی ارزش زمانیشونه. ولی این قرارداد رو مثلا ببینید که قرارداد ITM 305 تومن آخرین قیمتش بوده، ولی 230 ریال، حالا ما بگیم 3050 ریال آخرین قیمتش بوده، ولی 230 ریالش ارزش زمانیه. یعنی چی؟ ما یه ستون ارزش زمانی هم ارزش ذاتی هم اینجا داریم که اینجاست. ارزش ذاتی رو که روش کلیک می‌کنیم می‌بینید مجموع ارزش زمانی و ارزش ذاتی میشه این قیمت آخرین قیمت ما. بسیار. پس ارزش ذاتی و ارزش زمانی رو هم دیدیم وضعیتشون از چه قراره دیگه، دو تا کنار هم میان و نشون میدن. الان این دو تا باز OTM هم ارزش ذاتی صفره، برای OTM ها ارزش ذاتی هم تو که می‌بینید صفر. بسیار. خب بریم سراغ بلک شولز و پارامترهای یونانی. خب قیمت بلک شولز رو شما میتونید ببینید، اگر ستونش رو فعال کنید قیمت بلک شولز حل قرارداد رو بهتون نشون میده. همونطوری که گفتم رایگان هم هست دیگه، یعنی طی بازار شما میتونید اینها رو مشاهده بکنید. پارامترهای یونانی رو که دلتا، وگا، تتا و گاما هستند رو هم اگر ازشون استفاده میکنید در معاملاتتون میتونید در زنجیره ببینید. برای هر قرارداد که حالا اینجا ما خیلی فعلا باشون کاری نداریم به جز دلتا، چون داخل اهرم نیازش داریم، من یه توضیح کوتاهی میدم. دلتا در واقع به ما میگه که هر یک ریالی که قیمت دارایی پایه تغییر کنه، قیمت قرارداد ما چه میزان تغییر میکنه. یعنی نسبت این دو تا رو جورهای، حالا نسبت شاید درست نباشه بگیم، ولی
از نظر مفهومی تقریبا همین رو داره بهمون نشون میده. با هر یک ریالی که قیمت دارایی پایه تغییر کنه، قیمت قرارداد چه میزان تغییر میکنه. اهرم این رو ما نشون میده که نسبت اون قیمت دارایی پایه که ما باید میدادیم که در معرض سود دارایی پایه قرار بگیره به قیمت قرارداد که پولی که دادیم که در معرض سود قرار بگیریم ضرب در دلتا، به دلیل اینکه هر یه تومانی که اون تغییر میکنه قیمت دارایی پایه به اندازه قیمت قرارداد به اندازه دلتا تغییر میکنه، برای ضرب در دلتا. این اهرم رو ما میده که اهرمی قرارداد رو هم میتونیم اینجا ببینیم. بسیار. یه پارامتر دیگر مرتبط با بلک شولز هم که داریم، البته چند تا پارامتر دیگه داره که دیگهش درصد حباب قیمت پریمیومه نسبت به قیمت بلک شولز. یعنی اینکه ما فرض میکنیم قیمت بلک شولز یک قیمت منصفانه است. یعنی فرض کنید اسمش رو بذاریم قیمت منصفانه قیمت بلک شولز. اگر این قیمت منصفانه وجود داشته باشه، قیمت پریمیوم میتونه به نسبت اون اندازه‌گیری بشه و ما بگیم حباب داره. یعنی اگه قیمت پریمیوم نسبت به قیمت بلک شولز بالاتر باشه میگیم حباب داره، اگر پایینتر باشه میگیم حباب منفی داره. و بعد این ستون درصد حباب قیمت پریمیوم نسبت به قیمت بلک شولز میزان این حباب رو به ما نشون میده. خب از دیگر پارامترهایی که ما بتونیم، ارزش معاملات هم هست که میتونیم ببینیمش. تعداد قرارداد باز رو هم همونطور که پیش از این گفتم میتونیم ببینیم. قیمت پایانی قرارداد رو هم اگه لازم داشته باشید میتونید ببینید، اون هم براتون قرار دادیم. حجم معاملات که در واقع تعداد قرارداد عملا، مثلا این قرارداد 513 که حجم معاملاتش 5329 یعنی 5329 قراردادش در روز معامله شده. قیمت سر به سر که قیمت مجموع قیمت پریمیوم به اضافه قیمت اعماله، که همونطور می‌بینید اینجا 305 تومانه، این هم 1500 تومانه که مجموعشون میشه 1805 تومان میشه قیمت سر به سر. مجموع قیمت اعمال به اضافه قیمت قرارداد. یه چیز دیگه که اینجا براتون آوردیم نوسان ضمنی بهترین قیمت تقاضا و بهترین قیمت عرضه است. نوسان ضمنی که همون آیویه و در واقع ما میتونیم اینطور بگیم که دیدگاه بازاره نسبت به نوساناتی که دارای پایه ممکنه در آینده داشته باشه. پارامتر بسیار مهمیه در معاملات آپشن دیگه. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی معمولا این رو برای آخرین قیمت محاسبه میکنن. ما این رو برای هم قیمت تقاضا هم قیمت عرضه محاسبهش کردیم. یعنی سطر اول اوردر بوک یا دفتر سفارشات که شما قیمت بهترین تقاضا رو دارید که اینجا من بهتون نشون دادم که قیمت بهترین تقاضا و بهترین عرضه رو آوردیم، اومدیم برای هر کدوم اینها هم میزان نوسان ضمنی رو محاسبه کردیم. شما میتونید میزان نوسان ضمنی مرتبط با مثلا این قیمت بهترین تقاضای 301 تومان رو ببینید که 11 صدم یا 11%. یه نکته دیگری هم که بهتون بگم این هستش که اسامی قراردادها همونطور که می‌بینید اینجا قابل کلیک هستن. میتونید کلیک کنید اطلاعات قرارداد رو به طور کامل میتونید ببینید. حالا این هم تقریبا هم پارامترهایی هستن که توی ستون‌ها اومدن، منتها اینا همشون یک جا هستن دیگه، میتونید به راحتی ببینیدشون. بسیار خوب، فکر میکنم که همه موضوع زنجیره آپشن رو گفتم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنونم و خدا نگهدار.